سلام، ارادت و خسته نباشید دارم خدمت ریاست محترم کهن‌کار خاتم النبیین شوری کابل و هیئت همراهشان، ریاست محترم کهن‌کار خاتم النبیین شوری غزنی، معاونین، رؤسای فرزی، همکاران گرامی ما. در قدم نخست فراغت عزیزان ما را از خوانزی‌های طب معالجوی، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، خدمت پدران، برادران، فامیلان و معززینشان و همچنان خدمت هیئت رهبری کهن‌تون از صمیم قلب مبارکباد عرض می‌کنم و همچنان عزیزان ما که در برنامه امتحان اگزیت موفق شدند و امتحان را موفقانه سپری کردند، خدمتشان نیز مبارکباد عرض میکنم. بنده بیشتر از این مزاحم اوقات شما نمیشم و مکلف به قرائت سوگند نامه میباشم. از مؤثرین گرامی تقاضا میکنیم که آماده باشند و بعد از من تکرار بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. ما فارغ التحصیلان امروز سوگند یاد می کنیم که دانش و توانایی خود را در خدمت مردم و پیشرفت وطن به کار گیریم. به قانون، عدالت و اخلاق و اخلاق حرفه‌ای و کرامت انسانی احترام بگذاریم. در رشته خود با صداقت، امانتداری و مسئولیت رفتار کنیم. از علم، حقیقت و انسانیت دفاع نماییم و از هر گونه فساد، تبعیض، ظلم و سوء استفاده بپرهیزیم. متعهد می شویم که نام نیک خود جامعه و کهن‌تون را پاس بداریم. به این سوگند پایبندیم. و السلام علیکم.